سلام، وقتتون بخیر باشه. توی این قسمت از آیتم‌های یوتیوب اومدیم سراغ یه بخشی که شاید خیلی مورد پسند شما واقع بشه، این که تجربیاتمون راجع به خرید و فروش خودرو رو با شما در میون بذاریم که انشالله مثمر ثمر بشه و شما راجع به این قضیه حداقل درس عبرتتون ما بشیم و سوتی ندید و باعث نشه که هزینه پرداخت کنه. در خدمت آقا علی بسطامی عزیز هستیم از همکارامون که تجربیات بسیار خوبی هم داره در مورد خرید و فروش خودرو، و آقا عرفان که انشالله بحث رو ببرین جلو. با ما همراه باشید. توی قسمت‌های بعد راجع به سوالات شما هم که اگه توی این بحث سوالی داشتین به صورت مفصل توضیح خواهیم داد. من اولش یه خاطره بگم که بچه‌ها یخشون باشه و بتونن کار کنن. ما لورا یه ضرب مثل داریم که میگیم برادریمون برادریه، معاملمون بیگانه‌واریه. مخلص کلام اینه که با دوست، داداشت، برادرت، خواهرت، پدرت، با هر کسی که خواستی معامله کنی سعی کن به صورت غریبه با غریبه با هم معامله کنه. یعنی که نه اوکی من اینو قبول دارم، تو میگی بیرنگ بنویسیم معاملش کنیم. نه، اینجوری نیست. بارها شده که سر همین مسائل اختلاف وجود اومده و دوستی ها و رفاقت ها و فامیلی ها به هم خورده. نه، ما اول آقا یه کارشناس بیاد بینمون قضاوت کنه، هر کی کارشناس کنه ما اونو قبول میکنیم. یه خاطر از خودم بگم. ما خب معمولا اکثر شهرها نماینده داریم توی سراسر ایران و خب اگه کاری تو چیزی تو اون شهر داشته باشیم یا ماشین دیده باشیم دوست داشته باشیم به اون نماینده میگیم بده ببینه، اگه اوکی داد ما میریم خرید میکنیم. ما توی شهری بود، حالا اسمش هم نبرم، نماینده هم نداشتیم. یکی از دوستانمون که مشتری ما بود و دوستمون شده بود تو اون شهر، ما یه ماکسیما پیدا کردیم. زنگ زدم به علی، گفتم علی جان این یه ماکسیما هست، برو ببینش ببین چه جوریه، اگه خوب بود بیام بگیریمش. زنگ زد به یارو، گفت این همکلاسیمونه، دلال خیلی خوشنامیه، یه ذره کثیف‌کار هست ولی دوز نیست و بیاد من گوشش رو مشتم و بیا واسه تخفیفم میگیرم. آقا ما گوله کردیم با هواپیما رفتیم توی شهر دیگه، یه تاکسی دربست گرفتیم رفتیم اون شهر، ماشین رو دیدیم. ماکسیما هم دوست داشتم دیگه، حقیقتا اون عشق یا اون کرم ماکسیما تو وجود ما بود. ماکسیما رو که می‌دیدم دستم پر می‌شد. ماکسیما رو که دیدیم قسمت گرگیر عقبش خورده بود. گفتم کار خودمون رو ردیفش می‌کنیم. تو صافکاری بود. گفتیم آقا چجوریه؟ گفت تمام رنگ شاسی‌ها سالمه. من خودشاده فقط یه نگاه به شاسی کردم و گفتم بریم بنویسیم. آقایی که شما باشی رفتیم نوشتیم و پذیرایی کردم، ما رو نهار بردن بیرون و عرض محبتتون سوار ماشین شدیم اومدیم به سمت تهران. اومدم تهران، خب من هنوزم گفتم یه ماکسیما مثلا تمام رنگ خریدم به علت آفتاب سوختگی خریدم، رفیقمون دیگه، رفیقمون سر ما که کلا نمیذاره. اومدیم تهران، باورتون نمیشه شب خواب دیدم ماکسیمای دو تیکه است. صافکارمون اون موقع آقا ابی بود، گفته که احسان اسکول ماشین رو انداختن. بعد بیدار میشم میگم خدا رو شکر خوابه. دوباره میخوابیدم دوباره ادامه ماشین دو تیکه است و این حرفا. یه جوری شد که پنجشنبه شب من رسیدم تهران، جمعه صبح اومدم در مجموعه رو باز کردم، با شیرای دور سقفو که کشیدم پایین دیدم ای داده بیداد، برش خورده گیرگیرای عقب و گیرگیرای جلو. فهمیدم که بوسه سقف تعویضه و به ما نگفتن. حالا بعدش هم که به رو گفتیم آقا من متوجه نبودم اونجا حرفا. در صورت سرتون به درد نیارم. این مهمه که شما به حساب خودتون برسید قبل که به حسابتون برسن. برید آقا یه کارشناس ببینه. من مدرس کارشناسی هستم ولی دقت نکردم، چه فایده؟ حالا من پروفسور شخص هم که بودم توی قضیه، اگه دقت نکنی سرت کلا میره. اطمینان بیجا نکنید لطفاً. بیا آقا یه کارشناس ماشین رو ببینه، هم لحاظ فنی هم لحاظ رنگ، که انشالله اگه انتخابی کردی بعداً پشیمون نشید. بچه‌ها من زیاد پرافیکم، شما یه چیزی بگید. حالا آقا علی شما بفرمایید. ببینید من نظرم اینه، حالا با احترام فکر کنم هم نظرین تو این قضیه، با احترام به همه نمایشگاهی‌ها، من واقعا نظرم اینه که از نمایشگاهی سعی کنیم بذاریمش پله آخری که می‌خوایم خرید بکنیم از نمایشگاهی بخریم. سعی کنیم از مصرف کننده بخریم. حالا نمایشگاهی خوب هم داریم، ما خیلی دوستای خوب هم داریم که نمایشگاهیان کار درستن، هم قیمتی هم ماشینی، کار خوب دست مردم میدن. ولی اکثر معاملاتی که معمولا با نمایشگاهی میشه، حتی اگه ماشین سلامت باشه، از لحاظ قیمت اون خریدار متضرر میشه. خوشبینانه‌اش اینه، میونه کلامت که خوشبینانه ترین حالت به نظر من، حالا شاید یه زمانی من خودم نمایشگاهی شدم و حالا بعد ویرا نگید، خوشبینانه ترین حالتش اینه که شما دارید ماشین رو قیمت پرش رو می‌خرید.
حالا سلامتش انشالله که سلامت هم، ما خیلی کاسبای خوشنام و حلال خور هم داریم ها، ولی خوشبینانه ترین حالت اینه که داری قیمت پر رو می‌خری. من یه چیزی بگم، من آقا به میوس خواهش کنم، قیمت ممکنه بعضی موقعا پر باشه، ولی از این که داری از یه نمایشگاهی هم می‌خری یه سری اطمینانایی هم میشه کرد. لحاظ این که ماشین راحت شاید سند بخوره، شاید مثلا همین مشکل ماکسیمایی که گفتی شاید نیاد یه مغازه‌دار این کارو بکنه، ایناش هم میشه مغازه‌دار بوده. ولی آقا من یه تجربه بگم، دیروز ما رفتیم واسه یه بنده خدای ماشین ببینیم، یه آریزو 6 خواستیم ببینیم، نمایشگاهی بود، طرف گفت آقا بیا ببین ماشین هیچ مشکلی نداره، بی رنگ بی خط و خشه، عقبش در حد یه ضربه قوطی کبریتیت بوده که در اومده، صافکاری شده در اومده، ما گفتیم دمش رفتیم دیدیم ماشین گلگیر جلوش ضربه خورده بود، صاف کرده بودن، لیسه هم کرده بودن، نزدیک یک وجب صافکاری بد شده بود، هیچ عقبی که ضربه خورده بود این درب صندوق عقب تقریبا اینقدر صافکاری شده بود. بعد قوطی کبریتی بود. آره قوطی کبریت. حالا آره در صندوق که باز می‌کردی این مومه کلا وا شده بود، مومه دور صندوق. بعد میگفت این ضربه ترافیکی بوده. بعد من حالا قبل اینکه کلا اصلا بخوام کارشناسی الان خودم یه دقیقه نگاش کردم، رفتم پایین زیرش هم نگاه کردم، دیدم این دقیقه از پشت که ضربه خورده شکسته، زده تو سینی صندوق، سینه صندوق جمع نشده ولی از پایین که نگاه می‌کردی سینه اینجوری قوس کرده بود. بعدش گفتم فلانی ما حالا هم تو ترافیک اومدیم این همه وقت گذاشتیم، یکی از معضلات دیگه هم همینه که شما وقت میذارید میرید اونجا، طرف شما دروغ گفته، 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت زمانتون رو میذارید بعد دروغ شنیدید و میرید اذیت میشید برمیگردید. بهش گفتم آقا این ضربه است، این دیگه ضربه ترافیکی نیست یا مثلا کوچولو خوردن نیست که. گفت نه منم این 99% ماشینای تهران این ضربه ترافیک سینیو دارن. 99%. گفتم عزیز دل بشین برو اون زیر نگاه کن، دقیق شکسته زنگم زده، من یه فلش انداختم. گفت من اگه وقت این کارا رو داشتم خب الان اینجا زد زیر داستان. وقتی که میخوان بخرن اینا میشه ضعف 100%. وقتی که میخوان بفروشن همه ماشینا همینن و این داستانه. حالا خیلیشون هم هستن که نه آدم حسابیان کار درست میکنن، ولی ما غالبا الان چیزی که دیدیم این شکلی بوده. یا مثلا رفتیم تا کرج، ما رفتیم یه ماشینی ببینیم، این بنده خدا پشت گوشی گفت آقا ماشین این شکلیه، یه دونه خط داره، خطم لیسه شده، خطم 20 سانت لیسه شده، چیزی هم نیست، اصلا نزدیک هم معلوم نیست. تا گوهردش کرج ما رفتیم 1 ساعت و ربع رفت، 1 ساعت و نیم برگشت. ماشین رو دیدیم از گلگیر جلو تا در راننده ضربه خورده بود، صاف کرده بودن مثل دریا. 2 تا لیسه کف دستی هم وسط در و وسط گلگیر داشت. جفت سپران هم رنگ کرده. گفتم این سپرا رنگ؟ گفت من نمیدونم. ماشین از صفر دستش بود ولی میگفت من نمیدونم. خب سپرا رنگه دیگه. سپرا هم که ببخشید کسی مریض نیست که الکی رنگ کنه که. ضربه خورده بود، کاپوتش لیسه داشت، صندوقش لیسه داشت. این همه راه رفتیم اومدیم. یه چی بهتون بگم. یه زمانی شما تصمیم میگیری ماشین صفر بگیری یا ماشین کار کرده. خب تو از اون کدوم آدمایی که صفر دوست داری یا کار کرده دوست داری؟ بسیاری به ماشینی هم که بخوام بخرم مثلا همین مثلا همین آریزو رو دوست داری صفر بگیری با این کار کرده، با افت قیمتی که دارن کار کرده بهتره. چرا قشنگ گفتی تو ماشین چینی صفر نه به شدت افت داره. یعنی چرا؟ چون آره دقیقاً کیلومتر که بندازه خیلی افت شدیدی چون شرایطی هم دارن میدن، قسطی دارن میدن، افت قیمت شدیدی داره و خب یارو میگه چرا مثلا برم قسطی میخرمش. خب و حالا کسی هم که ماشین کار کرده میخره پیه 1-2 لکه مثلا صافکاری هم به تنش بمالونه. درسته ولی دروغ اما حقیقت رو باید بگن. یه همه راه بری دروغ بشه. یه چیزی هم بهتون بگم این حالا خودتون دیگه میدونید، پنیر مجانی تو تله موشه. خب هیچ کسی الان دیگه واقعا نداریم کسی که بی اطلاع باشه ماشینشو زیر قیمت بذاره فلان کنه. همه میرن توی سایت‌های دیوار و باما و همراه مکانیک و این جافا قیمت دستشونه. حالا شمایی که مثلا یه مقدار پول لازمی 20 تا 50 تا بسته ماشین بالا پایین میذاری، اما وقتی یه چیزی خیلی پایینه اون تله است. دقیقاً شک کن. چقدر راجع به این چیزایی که من گفتی کلاهبرداری که بیانه میگیرن یه ذره توضیح بده که زنگ میزنی بعد. من یه سری همین چند ماه پیشم بود یه ماشین خودم می‌خواستم بگیرم، خیلی تو دیوارهای چرخیدم و اینا که یه ماشین مثلا سالم به قیمت پیدا کنم. یه دونه پرشیا بود
ماشینش حالا تو عکسش هم خدای خیلی خوشگل و ترتمیز بود. زنگ زدم بهش گفتم آقا میشه بیام ببینم؟ گفت الان 4-5 نفر دارن میان. گفتم خب آقا منم نفر ششم، بذار بیام. گفت نه بذار بیا اینا ببینن. ولی خب گفتم حالا عکسای خود ماشین و اینا. گفت آره. بعد گفتم خب بیام الان؟ گفت نه بذار اینا بیان بعدم مثلا تو حالا خواستی بیا. گفتم با خب باشه اوکی. گفت حالا یه لحظه مکسی کرد. گفت اگه میخوای حالا واقعا خوشت اومده از ماشین میخوای یه شماره کارت بهت بدم یه مبلغی بزن. گفتم که خب الان مثلا این مبلغ برای بیانه است چیه؟ خب نمیشه من ماشین رو ندیدم، رزرو نوبت. دقیقاً. گفت نه خب آقا ماشین رو که تو عکسش دیدی دیگه، ماشین خوبی هم هستش که دارن 5 نفر دارن میان. یعنی انقدر خودش رو تایید میکرد که پول بزنی. دقیقاً. بعد گفتم که بذار بیام ببینم، قولنامه رو می‌نویسیم، بیانه هم مثلا هر چقدر گفتی بهت میدم، کل پول ماشین مثلا بیانه بهت میدم با یه قولنامه. یوهو خیلی جالب بود، یعنی حتی خانومم هم پیشم بود، صدا رو اسپیکر بود، داشتم یه کاری انجام میدادم. آقا این یوهو شروع کرد بد و بیرا گفتم به من. اگه نمیخوای برای چی داری وقت منو میگیری فلان. اصلا یه آن هنگ کردم. چه کار اشتباهی کردم؟ همون. گفتم چرا باید این اتفاق بیفته؟ در صورتی که گفت من دارم بهت میگم شماره کارت میدم پولو بزن. بعد بیرا رو گفت و گوشیم قطع کردم. بلاکم هم کرد. اینایی که اینجوری بیانه میگیرن همونایی هستن که از همون خانواده‌ای هستن که زمان قدیم شارژ میگرفتن، دختر بودن. اینا زوج همونن. خب ما یه سری هم همین چیزا توی عید بود، خلوت هم بود. یعنی من یه نمیدونم چی بود، یه ماشین بود واسه که بچه‌ها می‌خواستن بگیرن. چه خوش قیمته. زنگ زدم به یارو گفتش که بله هستش و موجوده و مثلا فلان قدیدم به چه قیمتی هم بود. اول ازم پرسید شما کجایی؟ من گفتم طرفای پونکم. گفت من آرژانتینم. اگه میخوای، یعنی قشنگ نقطه دورتر من گفت اگه میخوای بیانه بزن. گفتم برو همون خودمون جایزه بگیریم. شما داری واسه خیلی جالب. ولی اکثرا هم با مثلا آدمای سن و سالدار رو یا چیزا این کار متاسفانه یه سری انجام از اعتمادات سوء استفاده می‌کنن. اون هرسه رو میندازن وسط. مشکل دیگه هم که الان هست، همه دلال شدن. یعنی 80-90% آیایی که شما تو دیوار می‌بینی، توی شیپور می‌بینی، هر جا می‌بینی اکثرا دلالن. قدیم مصرف کننده خیلی بیشتر بود. حالت دلالی شده. آره. قدیم الان زنگ می‌زنی به طرف آقا شما مصرف کننده، بله مصرف کنندم. بیا در خونه، میری در خونه، بعد میگی رو از سر کوچه با ماشین تازه اومد. جاش هم بلد نباشی اصلا. یا مثلا حالا یه اتفاق دیگه که افتاده توی الان جامعه ماشین بازی ایران، اون خرید فروش ایران، اینی که سری مراکزی که قبلا حالا کارهای کلا دیتیلینگ می‌کردن، کارهای صاف‌کاری نقاشی می‌کردن، الان یه قسمتی رو باز باب کردن واسه خرید و فروش ماشین. پول کشه دیگه. ما نمیگیم خوبه یا بده، اصلا نمیگیم بده. نه خیلی هم خوبه، به شرطی که مثلا شمایی که علم به این داری که مثلا حالا نمیگم حالا آلفا بازار ناراحت نشن، آلفا ماشینی که پرخرجه، آلفا ماشینی که قطعاتش کمه، آلفا ماشینی که رنده بازار نیست حتی تو خرید فروش، میای از این تعاریف خیلی اغراق‌آمیز میکنی که اینو بفروشی فقط. خب یکی رنگ خوشگل ماشین میبینه میاد میخردش دیگه، نمیدونه که بعدش قرار چی سرش بیاد. به هر قیمتی فروختن و به هر قیمتی یا آخه میدونی چه دیگه قالب کردن به نظرم بده. یه زمانی بود میگفتن کسی که بنگاه ماشین داره یا بنگاه املاک داره پولش خوبه. پولش تو چیه؟ چشاتو بعضی وقت بعد ببندی. مگه نه اون پول شیرینه تو همه کارا باید پیدا بشه. گرفتین چی میگم؟ پول شیرینه اون چیزیه که بعد چشاتو ببندی. خب و این متاسفانه هست. یعنی ناخودآگاه راجع ماشینی که دوستت گذاشته پیشت که بعد بفروشیش باید یه چیزایی مبالغه کنی. بله. یه چیزایی هم میگه یه چیزایی هم مثل اون که رفته پیشت گفت 99% ضربه ترافیکی دارن. خب یعنی بعد یه وقتی کم کنی، زیاد کنی، بزرگ کنی، کوچیک کنی که کار انجام بشه. یکی دو مسئله دیگه بگیم که این آیتم به اتمام برسه. یه نکته از داداش کوچیکتون گوشه ذهنتون داشته باشید، هیچ وقت تنها برای خرید خود رو نرید. امکان داره شما رو گول بزنن، شما رو وسوسه کنن، یا نه اصلا شما این ماشین رو میبینی بعد میری کار انجام بشه اون ماشین رو عوض میکنن، پلاکا رو عوض میکنن. دو، یعنی یه نفر وایسه بغل ماشین که حداقل این انجام نشه. اون فروشنده که بدخلقی میکنه ماشینش رو تکون نمیده یه مشکلی داره. من نوعی ازش خرید نمیکنم. آقا شما ماشین تو دوست داری اوکیه، بیا قولنامه بنویسیم، میگی بی رنگه بیا به من بنویسیم،
ببین کارشناس نشون میده، کارشناس که نشون دادیم من کارش انجام میدم، پولش بهت میدم. اگه نه من تکون نمیدم اونجا من همونجا خداحافظی ازش میکنم چون یه مشکلی داره. لطفاً توی کامنت ها واسمون هر نوع سوالی داشتید، هر نوع موضوعی که دوست داشتید راجع بهش صحبت کنیم، راجع به خرید و فروش خودرو بهمون بگید. تو قسمت بعد میریم سراغ سوال و جواب، مشکلات شایعی که برای دوستان عزیزمون به وجود اومده، برای شما عزیزان به وجود اومده رو نقد و بررسی می‌کنیم. ان شاءالله که مفید باشه واسه شما عزیزان و ازش استفاده کنید که سرتون کلا نره. تو این دور زمونه اینقدر باید کلاتو محکم بگی که سرت کلا نره. ما هم تلاش می‌کنیم که ان شاءالله کمک شما باشیم. سوالی بود در خدمتتون هستم. ممنون از آقا علی و فدای شما. ان شاءالله که سلامت باشید. مخلصی.